سلام دوستان، خوش اومدید. اومدم براتون ویدیو بذارم از این مود. این نمایشگر استرینه، فکر کنم اسمش اینه. اومدم واسهتون از اونجا یه ویدیو بذارم. خیلی خوب دوستان، بیایید بریم این توکن رو بذاریم. توکن ها کجا؟ اینجا هست. 13 تا توکن 14 تا دارم. نه 13 تا دارم. خیلی خوب دوستان، بریم سراغ نقشمون. از زمین سراغ این حمله کردنمون حمله کنیم. اینم برداریم. خیلی خوب دوستان، ببینیم لباسم که دارن افتضاحا. اینا رو بذارم تو تعمیر. لباسای جدید بردارم. من این لباس دوستان هنوز ندارم. اگه این پرا رو باز کنم این لباس بهم بده خیلی خوبه. خب اینو بذاریم اینجا. اینو بذاریم اینجا. خب دوستان بزنید بریم. خب ببین امروز چه معمولیتی واسمون داره. تست های بینایی، تحت تعقیب، فلات سیلوی، معدن کرومیت، درجه کمانت، پیش خاکستری معدن. خب من دوستان میرم معدن کرومیت. این معمولیتو که برم اینجا میرم اینجا. اینم که با وی آی پی باز میشه. تستی چشایی فلات. خب دوستان بیایید بریم. خب اینو بزنم تعمیر. یکم میخ درست کنیم. این 4-5 تا. خب تا اینا درست بشن من لباس ها رو بپوشم بریم. در خیلی افتضاحی بدون کفش. انقدر سرعتش کمه. خب کلاه دارم. آره دارم. من از کلاه شلوار پوشیده بودم. نه شلوار نمیپوشم. خب دوستان اینم از اینا رو بخورم. ایول دوستان، من برم این توکن رو بذارم دوستان ببینیم چی برامون در میاد. اگه یه چیزی خوب واسمون در بیاد خیلی خوب میشه دوستان. خب اینا رو بذارم واسه تعمیر. کجا بود؟ این درست نمیشه. نه درست نمیشه. خب تو ردسند این رد یک ببینیم این اینجا. آره یه دونه از این بهم داد. بی خودی چرا حذفش کنم ها؟ خب بذاریم اینجا بمونم. اینا فعلا ولشون کنید بذاریم. خب ببینیم این دفتریمون گوشتش تموم شده. آره پوز شده. گوشتا رو برداریم دوستان. اینم از گوشتا. خب کجا بذارم؟ این 8 تا بیاد اینجا. اینا رو برداریم ببریم اونبر. این از طرفا. زده والا تموم شد. این دیگه چیه بهم داد؟ دهن سرویس، من اینو چیکار کنم؟ 2 تا اسب کمیاب گذاشتم بذار اینو به من داد.
daha زد نگذره. بابا من اینو چیکار کنم؟ این که از این اسبای معمولیه. این چیه؟ خب فعلا بیاریم ماجگاه ببینیم مازال چه قراره. این چی بود به من داد این؟ معمولیت نداریم. این نیست اینجوریه. خب اینم این دوستان ببینیم چی به همون میده. 13 تا داریم. هنوز این دوزش مونده. نمیدونم این چرا اینجوریه. تا این زمان تمام نشه نمیتونم این معمولیت رو بدم دوستان. خب خدا کنه یه چیز خوب بده. خدا یه چیز خوب بهم بده. خدا یه چیز خوب بده. اگه اسبو این چی بهش میگن پنجتا داد 10 تا قند. این دیگه چی بود؟ لاش یه چیز خوب بده. اینا چیه آخه؟ اینا چیه؟ این الکلارش یاف کنم من چیکارش کنم؟ خب دوستان 20 تا قند گرفتیم. 15 تا از این تخم مرغ. 20 تا سکه. این الکلای الکی هم که گرفتیم. من این قد الکل دارم. اینا رو چیکار کنم؟ اسبا رو نداد دوستان. این با چی میگه؟ چیکارش کنم؟ اوه واسه I didn't get him. عالی شد دوستان. عالی شد. خیلی خوب شد دوستان. خدای خیلی خوب شد. دمت گرم. خدای دیگه ترکوندی دوستان. ترکوندم. این اسبو بردم. واه. اسب تک شاخو بردم دوستان. خدایش خیلی خوب شد. دوستان اسبو بردم. خیلی خوبه. دمت گرم. خب دوستان یه توکن دیگه هم مونده. وای خدا. این دیگه خیلی عالی شد دوستان. نمیدونم واسه شما اومده یا نه ولی واسه من در اومد. خیلی راضیم. دهن سرویس خیلی خوب شد. دوستان. اگه یه بار دیگه هم بهم میگه خیلی خوب میشه. ای بابا اینا رو شیف کنم. این چی بهم میگه؟ وای خدا جون. خب دوستان معمولیتم ندارم که براتون بذارم. امروز صبح معمولیت رو رفتم
آره هر بار دو معمولیت بهت میده. یه معمولیت که زمانش تمام بشه باید یه روز صبر کنید تا معمولیت واسط باز بشه. یه معمولیت دیگه هم هست باید با 25 تا سکه میتونی اونو بزنی و بری تو معمولیت. من الان هر دفعه هر دوتا معمولیتشو میدم. هر دوتا معمولیتشو میدم. اینجا هم بهتون نشون بدم دوستان. من هنوز تازه در این سطح هستم. سطح 6. ببینیم اگه سطح 6 رو بستم بیاد ببینیم چی دادیم. 20 تا. اینم 30 تا قند. دهن سرویس خیلی خوب شد. هیچ کنیم مثل اسبه بهم حال نداد. خیلی خوب بود دوستان، خیلی خوب بود. خب 53 تا. خب 15 روز زمان مونده. من تو این 15 روز اگه بتونم این رو بگیرم خیلی خوب. هر چقدر بیشتر جلوتر برم این زیادتر میشه. این سطح 15 100 تا تخم مرغ میخواد. شاید تا سطح 7 بشه 150 تا. و اینا رو که دیگه تخم مرغ چیزی نمیدن. این معمولیت تخم مرغ نمیده. دشوارش اگه بتونی 9 تا تخم مرغ جمع کنی، اگه بتونی 9 تا تخم مرغ جمع کنی این معمولیت رو رد کردی. اگه نتونی معمولیت رو از دست میدی. و واسه اینکه معمولیت رو بری باید 25 تا سکه بدی تا بتونی دوباره بری تو معمولیت. من هر دفعه که میرم. ولی دوستان یه چیز خوب، سرعت خیلی مهمه. باید این کفشا رو بپوشید. اینا سرعتشون 20 تاست دویدنشون. باید این کفشا رو حتما بسازید. اگه سرعت کفشتون 20 تا نباشه سخت میتونید معمولیت رو برید. و دو سه تا دیگه پلیر باست میاد تو بازی تو مود. اگه اون ازت تخم مرغ جمع کنن تو نمیتونی 9 تا رو جمع کنی. من هر دفعه که میرم تونستم تا بیشتر تا 14 تا تونستم جمع کنم. 9 تا که دیگه هیچ. 9 تا خیلی که میتونم. خب دوستان ببخشید یه تماس داشتم، اومدم برگشتم. خب بریم برگردیم استبل ببینیم. خب این اسب شد مال ما. اسب رو گرفتم دوستان. خب حالا برگردیم ببینیم اینجا رو خالی کردم. برگردیم ببینیم چی خبره و بزرد چی قراره. دمتون گرم. زود باش دیگه چرا اینقدر محتل میکنه. خیلی خوب دوستان اول بیام اینا رو بزنم. این دو تا میخواد ده سرویسی. دو تا میخواد. خب دوستان اینم از اسبمون چه قشنگم هست. خیلی خوبه این اسبه. واو 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 دوستان چی
تضمین می شود که فرزند این اسب رنگ پوست آن را به اسم ببرند و ذکر حماست یا نادر تر از تر و لطفی. خدایی خیلی اسب خوبیه و اگه حالت سریس فقط یه دونه باروری داره دوستان. خب من اینو الان با چی بزنم؟ سرعت رو ببین این چیه که سرعت زیاده؟ سرعت این اسب رو میبینین دوستان؟ این اسب از همهشون بهتره فکر کنم. خدا اینو ببین دوستان. خدای خیلی خوبه. بریم یه دوری باهاش بزنیم دوستان. واو دیگه تکوندم. اینو با خودم باید میدادم که اینجا یه پوزی باهاش بزنم. بابا این یارایی که ما داریم هیچ کدومشون فعال نیستن به اندازه من. رهبر که خوب کار میکنه اون حرفی نداره. ببین اینا رو این کمکه اینا رو میکنه. هنوز بسیریس سکان چقدره؟ هر دفعه میرسه به 2700 یا 800 تو این معمولیت ها کم میشه. معمولیت ها این نمایشگاه ایستگاه هر دفعه 50 تا سکه اونجا خرج میکنم. هر روز اونجا 50 تا سکه خرج میکنم. و دوستان اینم از اینا طعم خیز، طعم ریش پلنگ، طعم گرگ الفا و اینا رو که داریم. دیگه ارتکاش بدن چی میخواد؟ اینا رو میخواد. چی تا تخته چی؟ هذا ماشي اینو ارتکا بدن چی میخواد؟ اینا همشون رد پنزه. چهار تا از این، سه تا از این. خب دوستان اینم از این. اینجا رو باید کنم. اینا تموم شد. اینا که تموم شد دوستان. کم میخوام دیوارمو اینجوری تقویت کنم. اگه دیوارتون سنگی باشه دوستان لحظه مجبور میشن با خودشون دینامیت بیارن. اگه زود بتونید بکشیدشون دینامیت ها مال خودتون میشن. اصلا همین سعی کن همین اول کار که وارد بازی میشید سعی کن دیوارات رو تقویت کنید. من اصلا تا سطح این 70 یا این سطح 60 اصلا کاری به دیوارم نداشتم. همینجوری مونده بود. الان یکم چیز زیاد میخوان باید براشون جور کنم. خب دوستان اینم از این ویدیو. تا یه ویدیوی دیگه همتون به خدای بزرگ میسپارم. حتما ویدیوهای ما رو
دنبال کنید. چی میگی؟ یکم برقص.